ناحیه شمس‌الدین شاهین، سابق شورآباد، در جنوب تاجیکستان، در ولایت ختلان جایگیر شده است. این ناحیه اساساً در منطقه کوهستان واقع بوده، دارای طبیعتی ناتکرار است. در شمال، ناحیه مومن‌آباد، در غرب، ناحیه‌های کولاب و همدانی، در شرق، ناحیه درواز، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، در جنوب، سرحد دولتی با جمهوری اسلامی افغانستان، قد دریای پنج. شماره اهالی ناحیه تقریباً 50 تا 60 هزار نفر را تشکیل می‌دهد طبق آمارهای آخر. مردم اینجا با مهمان نوازی و حفظ عنعنه‌های ملی مشهورند. ناحیه از 7 جماعت دهات عبارت است: شورآباد، مرکز ناحیه، داغستان، دشت جوم، لنگردره، چگم، سریچشمه، نوریدین محمودوف. ممنونگاه دولتی دشت جوم افتخار این ناحیه است. آن برای حفظ عالم نباتات و حیوانات، مخصوصاً گوسفند کوهی مارخور که در جهان نادر است، تأسیس یافته است. اینچنین در اینجا خرس، پلنگ و گیاهای شفابخش زیاد وام خورند. ناحیه شمس‌الدین شاهین برای دوستداران سیاحی اکولوژی و کوهنوردی جای بهترین است. چشمه‌های شفابخش. در جماعت سریچشمه چشمه‌های آبی صاف و شفابخش موجودند. زیارتگاه‌ها، آرامگاه شخصیت‌های بزرگ و عارفان که مردم به زیارتشان می‌آیند. منظره‌های ساحل پنج، راهی که از کنار دریای پنج می‌گذرد، یکی از زیباترین خط‌سیرهای سیاحی در آسیای مرکزی به شمار می‌رود. این ناحیه دروازه بدخشان و یکی از منطقه‌های استراتژیکی حفظ مرز و بوم کشور است. ساحه سیاحی کوهنوردی در اینجا آینده درخشان دارد، زیرا قله‌های کوه و جنگلزارهای دشت جوم هر بیننده را مفتون می‌کنند.